سالها با ترس زندگی کردم، ولی فهمیدم ترس واقعی من نه از شکست، نه از تنهایی، بلکه از روبرو شدن با خودم بود. تو از نسخه ای از خودت میترسی که اگر یک بار، فقط یک بار جرأت کنی میتونه زندگی تو زیر و رو کنه. این ترسی که داری به خاطر خطر نیست، به خاطر اینه که میدونی اگر شروع کنی دیگه هیچ بهونه‌ای برات نمیمونه. نه بهونه تأثیر رفتار خانواده و پدر و مادر، نه شرایط جامعه و کشور، نه مشکلات مالی و بیپولی و نه رابطه. ترس تو دشمن نیست. ترس تو رسوا کننده است. ما سالهاست اسم ترس گذاشتیم رو چیزهایی که اصلاً ترس نیستن. تو از روبرو شدن با خودت میترسی و اسم اینا فراره. فرار از چیزی که ته دلت میدونی باید تکلیفش روشن بشه ولی کاری نمی کنی. بهونه ها چیه؟ نداشتن زمان، انگیزه، حال، توان، پول، پشتوانه. ولی خودت میدونی مشکل کجاست. اگر واردش بشی دیگه نمیتونی نقش قربانی رو بازی کنی. چون روبرو شدن با حقیقت خیلی دردناکتر از روبرو شدن با ترسه. میخوای بدونی ما آدم‌ها از چی میترسیم؟ از شکست؟ از رابطه؟ از انتخاب؟ از شروع؟ نه. ما از این میترسیم که یه روزی مجبور بشیم بپذیریم اون تصویری که از خودمون ساختیم دروغ بود. اینکه ما به اندازه‌ای که ادعا می‌کردیم قوی نیستیم. به اندازه‌ای که میگفتیم آماده نیستیم. به اندازه‌ای که ادعا داریم مهربون و خیرخواه نیستیم. و به اندازه‌ای که فکر می‌کردیم میفهمیم واقعا نمیفهمیدیم. میدونی چرا ترس رو بزرگ کردی؟ چون یه قسمت از تو دوست داره همینجا بمونه. تو منطقه امن بی نتیجه. جایی که همیشه میتونی بگی اگه شروع میکردم میترکوندم. اگه میساختم بهترین میشدم. اگه ادامه میدادم موفق میشدم. اگه بقیه میذاشتن من الان این نبودم. این اگرها نشونه ترس نیستن. نشونه تسلیمن. بذار یه چیز تلخ بگم. تو الانم داری شکست میخوری. اما شکست بی جنگ. و این از هر شکستی تلخ تره. چون هیچ کس مقصر نیست. جز خودت. تا وقتی 10 ساله بودی میتونستی بگی بقیه مقصرن. ولی الان نه. ما مسئول زندگی و آینده خودمونیم. دیگه اختیار دست هیچ کس نیست. نه خانواده، نه شرایط، نه گذشته، نه آدما. فقط خودت. در واقع ما از احساسات فرار میکنیم، نه از اتفاقات. ترس بهت حمله نمیکنه. تو خودت به سمتش میری. ولی تو داری فرار میکنی از اون احساسی که نمیخوای تجربهش کنی. تحقیر، تنهایی، بی‌ارزشی، شکست یا بی‌پناهی. ترس یکی از دقیق ترین آینه هاست. ما فکر میکنیم ترس یه هیولاست. ولی روانشناسا یه چیز دیگه میگن. میگن ترس معمولاً جهتیه که باید بری. نه چیزی که باید ازش فرار کنی. چون دقیقاً همونجاست که نقطه رشدته. جاییه که اگه یه قدم بری جلو همه چی درباره خودت تغییر میکنه. و این تویی که تعیین میکنی قدرت رو بدی دست ترسات و آدم‌های عوامل بیرونی یا قدرت رو بدی به قلبت و درونت.
و حرکت کنی، حتی با وجود ترس. چون ترس تو ذهنه و با فکر کردن بزرگ میشه و فقط با اقدام کم میشه. منم خیلی سال مثل تو ترسیدم. همه چی بهونه داشت. درد، افسردگی، اضطراب، شکست، از دست دادن عزیز، درک نشدن، تنهایی، بیکاری. شبایی که هیچ کس نمیفهمید کجای وجودم خالیه. ولی یه جا فهمیدم من از اون اتفاقا نمیترسم. من از تبدیل شدن میترسم. من از تلاش کردن و نتونستن میترسم. از تنهایی تلاش کردن میترسیدم. از اینکه سخت باشه و کسی نبود که ازش کمک بخوام. چون تبدیل شدن یعنی دیگه نمیتونم پشت گذشته قایم بشم. اینکه میگی میترسم شروع کنم، حقیقتش این نیست که از شروع میترسی. از این میترسی که شروع کنی و ببینی چقدر زمانت رو از دست دادی. میگی میترسم تنها بمونم. حقیقتش اینه که از روبرو شدن با اون صدایی که وقتی تنها میشی تو سرت میپیچه میترسی. میگی میترسم شکست بخورم. نه، تو از این میترسی که بالاخره بفهمی چقدر بهونه آوردی و زمان از دست دادی. تو نمیترسی کار سخت باشه. تو میترسی موفق بشی. چون موفق شدن تمام توجیهات رو ازت میگیره. موفق بشی دیگه نمیتونی بگی زندگی با من بد بود. شرایط اجازه نداد. آدما مقصرن. نه. میشی کسی که خودش رو ساخت. و این ساختن اصلا راحت نیست. زحمت داره. تنهایی داره. درد داره. یه بار از خودت بپرس. اگه همین امروز یه نفر بیاد و بگه تو حق داری تمام ترساتو برداری و شروع کنی، چی از دست میدی؟ هیچی. ولی اگر شروع نکنی چی؟ همه چی. ترست مهم نیست. فرصتات دارن یکی یکی میمیرن. تو به خاطر ترسات عقب نمیمونی. تو به خاطر سکوتت عقب موندی. اون سکوتی که هر بار خواستی کاری کنی گفتی باشه بعداً. فعلا شرایطش نیست. بذار آماده تر شم. این سکوت آروم آروم تو رو قانع کرد که هنوز وقت هست. ولی وقت نبود. هیچ وقتم نیست. ترس تو رو متوقف نکرده. این داستانیه که ساختی دور ترس. ترس واقعی فقط چند ثانیه است. اون چیزی که تو رو زمین گیر کرده همونیه که سالها باهاش زندگی کردی. بذار یه چیزی رو رک بگم. ترس هیچ وقت از بین نمیره. تو تغییر میکنی. و وقتی تغییر کنی ترس هنوز هست. ولی دیگه تصمیمات رو مشخص نمیکنه. تو قرار نیست از ترسات خلاص شی. قرار نیست شجاع شی. قرار نیست بی‌حس شی. تو فقط باید یاد بگیری ترستو بشناسی. نه باهاش بجنگی، نه ازش فرار کنی. نه جلو جلو باهاش تو ذهنت بجنگی. تو باید رو راست شی. با خودت. ترس قرار نیست از بین بره. ترس مثل سایه است. همیشه پشت سرته. ولی یه چیز هست که سایه ازش میترسه. حرکت. تو فقط 2 تا انتخاب داری. یا امروز هم مثل دیروز تموم شه، یا همین الان یه کار کوچیک ولی واقعی انجام بدی که زندگی تو از این مدار لعنتی بکشی بیرون. اگر این حرف الان احساس تو رو تکون داد، این نشون است که تو آماده ای. فقط هنوز خودتو جدی نمیگیری. بلند شو. برو سمت همون چیزی که میترسونت. اون طرفش
تو همونی هستی که همیشه فکر میکردی نمیتونی باشی. بس کن، همین الان. بس کن بهونه‌های مسخره رو. بس کن فرار از حقیقت رو. بس کن این ترسای لعنتی رو که خودت ساختی. هر ثانیه‌ای که صبر کردی شرایط درست بشه، زندگیت داره جلوی چشات میمیره. هیچ کس جلوتو نگرفته. نه گذشته، نه خانواده، نه دنیا. تنها کسی که جلوی تو ایستاده خودته. یه قدم بردار. نه روی کاغذ، نه تو فکر. یه قدم واقعی. همون قدمی که تمام دروغایی که به خودت گفتی، تمام تصورات قلابی از خودت، همشون رو بسوزونه. اگه بر نداری، همه فرصتایی که میتونست زندگیت رو بسازه، همینجا دفن میشه. همینجا، با دستای خودت. تموم کن ترسیدن و فرار کردنو. چون اگه نکنی، 10 سال دیگه هم همینجایی. همینقدر گیر افتاده. پیر، خسته، پشیمون. تو همون باطلاقی که همیشه ازش نالیدی. بلند شو. حرکت کن. نه فردا. نه وقتی آماده شدی. همین الان. قرار نیست کسی غیر از تو جلوی خودت وایسه. تو فقط باید ترس تو بشناسی. نه با جنگ، نه با فرار، با حرکت، با قدم برداشتن. این زندگیته، تمرین نیست. و آخرش فقط 2 مدل آدم وجود داره. یکی کسی که ساخت و دومی کسی که تا آخر عمر بهونه میاره واسه بدبختیش. انتخابش با توه. و اگه همین الان شروع نکنی، هیچ چیزی تغییر نمیکنه. چون فقط تو تغییر نکردی و زمان داره تو رو له میکنه. همین الان یک قدم، یک اقدام واقعی. این قدم شروع تغییریه که سالها منتظرش بودی و اگه بر نداری، هیچ کس جز خودت مقصر نیست. اگه با این حرفا حس کردی وقتشه بلند شی و حرکت کنی، یه کار ساده ولی قدرتمند انجام بده. سابسکرایب کن تا این پیام هر بار که نیاز داشتی دوباره بهت برگرده. لایک کن اگه این ویدیو سیلی بهت زده و نمیخوای دوباره پشت بهانه‌هات قایم بشی. کامنت بذار و بهم بگو امروز چه قدم کوچیکی برمیداری. این ویدیو رو شیر کن با کسی که هنوز جرئت نکرده شروع کنه. و وقتی آماده شدی، ویدیو بعدی رو نگاه کن. چون قدم بعدی تو رو دقیقاً جلو میندازه. یادت باشه، قدرت تغییر دست توه. نه ترسا، نه شرایط، نه کس دیگه. فقط تو.